شب 8. گفت ای ملک جوانبخت. جوان جادوگشته با ملک گفت مرا گمان این بود که غلامک کشته شد. پس من از خانه بیرون آمده به قصر بشتافتم و در خوابگاه خیش بخسبیدم. چون بامداد شد دختر عم خود را دیدم که گیسوان بریده و جامه ماتم پوشیده. پیش من آمد و گفت دوش شنیدم که یک برادرم را مار گزیده و برادر دیگرم از فراز بام به زیر افتاده و پدرم به جنگ دشمنان رفته. هر سه مردند. اکنون سزاست که من به عذاب بنشینم و گریان و ملول باشم. من گفتم هر آنچه خواهی کن. سالی به ماتمداری و اندوه بنشست. پس از سالی گفت باید به قصر اندر خانه‌ای بنا کنم و صورت قبری در آنجا بسازم و آنجا را بیت الاحزان نامیده به ماتمداری بنشینم. گفتم هر آنچه خواهی کن. از خانه و صندوقی بساخت و غلامک را به دانجا بیاورد که او نمرده بود، ولی از آن زخم به رنجوری همی زیست و سخن گفتن نمیتوانست. پس دختر همه روزه بامداد و شام به بیت الاحزان اندر شده به زخم غلامک مرهم می نهاد و شربت و شراب به او همی خوراند، تا اینکه روزی دختر بدان مکان رفت و من نیز از پی او برفتم. دیدم که می خروشد و سینه و روی خود را می خراشد و این ابیات همی خواند: مرا خیال تو هر شب دهد امید وصال، خوشا پیام وصال تو در زبان خیال. میان بیم و امید اندرم هست که مرا به روز بیم فراق و به شب امید وصال. تو را گرامی چو دیده داشتم همه روز، کنار من وطن خیش داشتی همه سال. چون این ابیات برخواند من با تیغ برکشیده پیش رفتم و به او گفتم ای روسبی، گفتار تو به گفتار آن زنان ماند که با مردان بیگانه عشق ورزند و با ایشان درآمیزند. چون مرا دید که به قصد کشتن او تیغ بلند کردم، دانست که غلامک را نیز من بدان روز انداختم. آنگاه سخنانی چند بگفت که من آنها را ندانستم و با من گفت افسون من نیمه تو را سنگ کند. در حال من بدینسان شدم. پس از آن به شهر و مردم شهر جادو کرد. چون به شهر اندر 4 گونه مردم بودند، مسلم و نصاری و یهود و مجوس. 4 گونه ماهیان شدند و شهر نیز برکه آبی شد و 4 جزیره 4 کوه شدند. پس از آن همه روز دختر به پیش من آمده مرا برهنه می سازد و با تازیانه چندان زند که خون از تن من برود. آنگاه جامه پشمین بر من بپوشاند. چون جوان این سخنان بگفت گریان شد و این 2 بیت برخواند: گویند صبر کن که تو را صبر بردهد، آری دهد ملیک به خون جگر دهد. ما عمر خیش را به صبوری گذاشتیم، عمری دگر بباید تا صبر بردهد. چون جوان ابیات به انجام رسانید ملک گفت ای جوان، به اندوه من بیفزودی، بازگو که آن دختر کجاست؟ جوان گفت بامداد و شامگاه کنار صورت قبری که غلامک در آنجاست بیاید و هنگام رفتن پیش من آمده تن مرا بدان سان که گفتم از تازیانه نیلگون کند. ملک چون سخنان او را بشنید گفت ای جوان، به تو نیکی ها و خوبی ها کنم که پس از من به دفترها نگاشته در زبانها بگویند. پس ملک برخاست و مقر خویش بازگشت. روز دیگر هنگام شام تیغ برگرفته بدان جایی که غلامک بود بیامد. دید که قندیل ها آویخته و شمع ها افروخته و عود سوختند و زنگی به خوابگاه اندر خسبیده بود. در حال تیغ برکشیده غلامک را بکشت و به چاهش درافکند و جامه های او را پوشیده در خوابگاه او بخسبید و تیغ برکشیده در پهلوی خویشتن بگذاشت. چون ساعتی بگذشت دختر به قصر در آمد و پسر عم خود را برهنه کرد تا تازیانه بر او همی زند و او همی نالید و می گفت به من رحمت آور، این حالتی که من دارم مرا کافی است. دخترک گفت چرا تو رحم نکردی و معشوق مرا به آن روز نشاندی؟ پس از آن دخترک جامه پشمین بر او پوشانیده جامه حریر از روی او بپوشانید و به نزد غلام آمده. ساغر شرابی پیش آورد و گریان گفت ای خواجه، از این شراب جرعه‌ای بنوش و با من سخن بگو. آنگاه این 2 بیت برخواند: سست پیمانا به یک ره دل ز ما برداشتی، آخر ای بد عهد به سنگین دل چرا برداشتی؟
خاطر از مهر کسان برداشتم از بحر تو، لیکن ای جانا تو هم خاطر ز ما برداشتی. پس از آن بگریست و گفت یا سیدی با من سخن بگو. پس ملک شبیه زبان زنگیان و مانند سخن گفتن حبشیان گفت آه آه سبحان الله. چون دختر آواز او بشنید از فرح و شادی بیهوش شد. چون به هوش آمد گفت ای خواجه مرا امیدوار کردی. آنگاه ملک به آواز حزین گفت ای روسپی با تو سخن گفتن نشاید. دختر گفت سبب چیست؟ گفت برای اینکه همه روزه شوهر خود را تازیانه میزنی و او را شکنجه میکنی. فریاد و ناله او خواب بر من حرام کرده، وگرنه من 100 باره از بیماری خلاص می شدم. دختر گفت اگر تو اجازت دهی او را رها کنم. ملک گفت او را رها کن و مرا راحت بخش. در حال دختر نزد پسرعم رفته تا سگی پر از آب کرد و افسونی بر او دمیده به آن جوان بپاشید. آن جوان به صورت نخست برآمد. دختر او را از قصر بیرون کرد و گفت دیگر باز مگرد وگرنه کشته میشوی. آنگاه دختر به بیت الاحزان در آمد و گفت ای خواجه با من سخن بگو که پسرعم خود را از جادو خلاص کردم. ملک گفت آنچه بایست کرد هنوز نکرده ای. دختر گفت ای خواجه آن کدام است که نکردم؟ ملک گفت این شهر و مردم این شهر را به صورت نخستین بازگردان که هر نیمه شب سر بر کرده مرا نفرین همی کنند و بدین سبب من از بیماری خلاص نمی شدم. دختر سخنان ملک می شنید و گمان می کرد که غلام با او سخن می گوید. آنگاه برخاسته به نزدیک برکه آمد، پاره ای از آب برکه برداشت. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.